دوستان عزیز، هیچگاه این جمله را در حاجتخانه‌ها استفاده نبرید، زیرا استفاده بردن این جمله در حاجتخانه قطعاً منع است و گناه بر ما و شما می شود که هر کس این جمله را در حاجتخانه استفاده برد البته او گناه می گیرد. این جمله چه جمله است؟ پس نوا را تا آخر خوب گوش کنید. ان شاء الله باوری دارم که این به فایده ما و شما هست. و دیگران هم روان کنید تا اینکه از این حالت باخبر شوند. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. خداوند در قرآن می فرماید که فلینظر الانسان الی طعامه. معنای این آیت چنین است: به خوراکت نظر بکن که چه خورده ایستاده ای. تفکر کن، عقلت را کار فرمان. از کجا آمد این بر تو میگوید؟ از بیکاری به هر آن چیزی که خداوند راضی نیست بسم الله نگوی. یعنی که یک بار فکر کن که همین نعمت ها را کی بر تو داد؟ خداوند. البته او میدهد. اگر خدا نمیداد آیا بر تو کسی می آورد؟ نه، هیچ کس این کار را نمی کند. برای همین هر چیزی که استعمال میکنی بسم الله بگوی. بسم الله چیست؟ هر آن چیزی را که حلال است باید با بسم الله خوریم، یعنی با نام خداوند خوراک میخورم. غیر از حاجتخانه در دیگر جایها باید بسم الله را گوییم. در کارهای حلال نشه را بسم الله گفته استعمال کند او از ایمان جدا می شود. عرق را هم بسم الله گفته ریزد و نوشد او هم از ایمان جدا می شود. اما در کارهای حلال هم بسم الله را نگوید، در او کار شیطان همراه می شود. می خورد، می نوشد، حتی که عطر خوشبو کننده هم زند باید بسم الله گوید. البته دوستان عزیز، بسم الله را باید ما در هر کار استفاده بریم. البته کاری که پسند بر ما باشد و از اون کارمان خداوند راضی باشد. زیرا در شپیدن عطر ما بسم الله نگوییم گویا به شیطان هم عطر میزنیم. در همه کارهای خوب و حلال باید بسم الله گوییم. حتی اگر زمین شلگار و پوبل کردنی هم باشیم بسم الله گوییم. انشاءالله با گفتن بسم الله کارهای ما انجام می‌یابد و برکت دارد.